سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 مارس تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. تاجیکی که در روسیه پسر عمه‌اش را کشته بود، خود در جنگ اوکراین کشته شد. نشر رویخط بلاگرهای بی‌پروا یا اندازگریز. کمی میسولفند دیدار نماینده امبودسمن با 3 ژورنالیست زندانی. ستاره جوان فوتبال تاجیک با تیم آوازه‌دار شختیار قرارداد بست. مرگ زن پیادهگر در زیر چرخ اوپل در کوچه گاگارین شهر خوجند. و زودترین کارد صلح در تاریخ فوتبال در بازی تاجیکستان و اردن. و اکنون تفصیلات خبرها. نمایندگان وکالتدار اوید به حقوق انسان تاجیکستان در مؤسسه اصلاحی یا معروف به یکم سویسکی با چند از ژورنالیستان محکوم شده تاجیک از جمله عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدامینی واخورده از شرط و شرایط نگهداری آنها پرسان شدند. زلاله اکرامووا سرمتخصص شعبه حفظ دولتی حقوق‌های شهروندی و سیاست وکالتدار اوید به حقوق انسان در صحبت با آزیا پلوس گفت ملاقات آنها روز 7 فوریه زمانی که زندانیان به تجلیل روز ارتش ملی تاجیکستان آمادگی می‌دیدند صورت گرفت. آنها شخصا با دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و زفقبیک سیدامینی صحبت کردند و روزنامه‌نگاران از شرط و شرایط و طرز نگهداری در مؤسسه اصلاحی شکایت نکردند. سلامتیشان خوب است. از رفت صحبت معلوم گردید که کم کم می‌سلفند و کسلی شمالکشی دارند، گفت زلاله اکرامووا. او همچنین خبرها در مورد به بیماری سیل گرفتار شدن دلیر امامعلی را رد کرده و گفت اگر او بیماری سیل می داشت حق با آنها واخوردن نداشت، چون که این بیماری گذرنده است. ما غیر چشم داشت دلیر و عبدالله و زفقبیک را در تالار فرنگی معبس دریافتیم. آنها به چاره‌بینی فرنگی بخشیده به تجلیل روز ارتش ملی جلب شده بودند. عبدالله غربتی باعث برنده آمادگی میدید و دلیر امامعلی در وصف وطن مادر شعر قرائت میکرد. گفت این مسئول وکالتدار اوید به حقوق انسان باید گفت در یکی از بخش‌های چاره‌بینی عبدالله غربتی مقام اول را صاحب گردیده است. نمایندگان این نهاد از روی نقشه با روزنامه‌نگاران تاجیک در مسئله حفظ حقوق‌های محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی یا معروف به یکم سویسکی ملاقات کردند و اونا گفتند که از شرایط بود و باش شکایت نداریم و به ملاقات با عائله خود و دستاویزها دسترسی داریم. اونا گفتند که با عائله‌هایشان ملاقات‌های کوتاه مدت و دراز مدت داشتند. نامبرده همچنین از قبل روزنامه‌نگاران گفت اونا طریق کاری که در دست دارند نزدیکانشان به آنها مبلغ می‌گذرانند. از مغازه محبس محصولات خوراکواری و مواد لازمی را خریداری می‌کنند. زلاله اکرامووا ابراز داشت که روزنامه‌نگاران در رابطه با شکنجه در محبس شکایت نکردند و علاوه کرد که روند بررسی پرونده جنایتی به وکالت آنها دخل ندارد، چون که ما تنها برای حفظ حقوق محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی سنجش می‌گذرانیم. در خصوص روزنامه‌نگار دیگر عبدالستار پیرمحمدزاده باشد، زلاله اکرامووا گفت که شخصا با او وانخورده است و نمایندگان دیگر این نهاد شاید واخورده باشند. نفری که گفته می شود با عبدالستار پیرمحمدزاده واخورده است در صحبت تلفنی با آزیا پلوس راضی نشد که در این مسئله صحبت کند و وعده کرد که روز دوشنبه 6 مارس در صحبت حضوری اوید به این مسئله معلومات می‌دهد. این در حالی است که قبلا مسئولین وکالتدار اوید به حقوق انسان گفته بودند که اوید به شکنجه شدن عبدالستار پیرمحمدزاده کسی از نزدیکان روزنامه‌نگار محکوم شده به این نهاد زیر رهبری او مراجعت نکردند، ولی نو وابسته به این نقشه داریم دوام ماه روان دلیل مذکور را سنجش نماییم. در همین حال روز 16 فوریه سال روان عبدالقهار تقوزاده دادرس دادگاه عالی در نشست مطبوعات دادگاه عالی گفته بود دایر به استفاده شکنجه نسبت به عبدالستار پیرمحمدزاده قرار دادگاه قبول شده سنجش گذرانیده شد و تصدیق خود را نیافت. سنجش نشان داد که شکایت او اساس ندارد، گفته بود عبدالقهار تقوزاده. دوام سال گذشته 4 روزنامه‌نگار تاجیک عبدالستار پیرمحمدزاده، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدامینی و عبدالله غربتی باز داشت و با گمان همکاری باعث با حرکت‌های ممنوع به مهلت‌های از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان‌های حامی حقوق بازداشت و محاکمه و حکم روزنامه‌نگاران را غیر قانونی خوانده
از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که آنها را فوراً آزاد کنند. باج و خراج، نشریه رسمی کمیته اندوز تاجیکستان 3 مارس سال 2023 دو روی خط سفید و سیاه بلاگرهای باانصاف و بلاگرهای بی‌پروا را نشر کرده است. در روی خط سفید بلاگرهای باانصاف، نشریه بلاگرهای به قبل کمیته اندوز با وجدان را برشمرده است که خود را رسما در مقامات اندوز ثبت نام کرده اندازشان را سر وقت می سپارند. اما در روی خط سیاه بلاگرهای بی‌پروا اسم آنها وارد شده است که به نوشته باج و خراج تا حال فعالیت‌های بلاگری خود در اینترنت را در مقامات اندوز رسما ثبت نام نکردند و از پرداخت اندوز برای این فعالیت‌هایشان همچنان سرکشی می‌کنند. باج و خراج در روی خط سفیدش از جمله از رافائیل گلوف ستایش کرده است که سال 2022 برای فعالیت‌های بلاگریش 27600 سومونی اندوز سپرده است. همین طور امیده پرسایوا برای بلاگریش سال گذشته در عموم 22900 سومونی، شوهره پولاتووا 5000، منصورجان نگمادوف 22700 سومونی، سفینه غایبووا 20600 سومونی، گلنوزه میرووا بیش از 10000 و دلاور سفر 1500 سومونی اندوز سپریدند. ولی پیشصفان در چمپیونات اندوز سپاری در بین بلاگرهای انفرادی یکی علیجان سفرov است که سال گذشته 31000 سومونی اندوز سپریده است و یکی دیگر بهرام سعیدوف که در یک سال به مبلغ 135000 سومونی اندوز سپریده است. باج و خراج همچنین چند شرکت قماربازی را نیز برای سپریدن اندازهایشان توصیف کرده است. از جمله شرکت برد نوروز در یک سال به مبلغ 1141000 سومونی، شرکت کریمی به مبلغ 128000 سومونی اندوز سپریدند. اما از همه بیشتر جلب توجه البته روی خط بلاگرهای بی‌پروا میکند که نشریه باج و خراج در این روی خط سیاه اسم 29 بلاگر را برشمرده است که به عقیده مقامات اندوز از پرداخت اندازهایشان سرپیچی میکنند. این روی خط بلاگرها و هنرمندان شناخته چون آوازخوان و شومن مبارز عثمانوف، بلاگر جانان اشورو، مشهور با نام جان لب، شاعر و راوی و شومن آرزو ایسایف، سعدی اسماعیلوف از گروه عربشاه، شریف همدمپور، میدیا مگنت و مؤسسه گروه رسانه‌های اویله، بیروز زیواروف، کانال تماشا، سیجان ایدیف، شکرخند، غالب موسویف، غالب شو که اخیراً در کلیپ یاسمن یاری کولابی نقش اساسی را اجرا کرده بود، همچنین بلاگران مشهور عثمان میرزا مرادوف یا تاجیکان شو، عظیم نظریف و باز چندین بلاگر و شومن دیگر را در بر میگیرد. کمیته اندوز گفته است که این بلاگرها با وجود از جانب مقامات اندوز بارها آگاهانیده شدند، آنها فعالیتشان را تا حال به قید دولتی نگرفتند. کمیته بلاگرها را هشدار داده است که برای ثبت نام خود به مقامات اندوز مراجعه کنند وگرنه قانونگذاری ساحه اندوز مقررات دیگری را از قبیل مکانیزم‌های گذراندن کارهای نظارتی و تطبیق جریمه‌های مأموری تعیین کرده است. در همین حال آرزو ایسایف، شاعر و ژورنالیست و شومن تاجیک که نام او هم در روی خط سیاه کمیته اندوز ذکر شده است، در صحبت با آزیا پلوس گفت این اشتباه است و در فعالیت او یگان قانون شکنی نیست. در تاجیکستان از سال 2020 مقامات اندوز از بلاگر طلب کردند که خود را رسما همچون بلاگر ثبت نام کرده اندازشان را بسپارند. نشریه باج و خراج خبر داده است که تا 1 فوریه سال 2023 در کشور 60 بلاگر تاجیک خود را رسما ثبت نام کرده طی سال 2022 به بودجه دولت در عموم به مبلغ 1.3 میلیون سومونی اندوز سپاریدند. ناصر سفروف سال تولدش 1992 زاده دهه گذر موغیان جماعت موغیان در کنار شهر پنجکند که سال 2021 در روسیه برای قتل پسر عمه خودش پرویز سید مرادوف به 16 سال زندان محکوم شده بود، در جنگ اوکراین کشته شده است. تا امروز درباره کشته شدن حدود 20 محبوس تاجیک که از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین برده شدند گزارش‌ها به دست رسیدند. دو منبع علایده پایگاه خبری بامداد خبر دادند که ناصر سفروف در محبس بوتیرسکای در شهر مسکو ادای حکم میکرد و تخمینا ماه‌های اکتبر سال 2022 در عوض وعده عفو و آزادی راضی شده است که با شرکت خصوصی جنگی واگنر قرارداد بسته به جنگ ضد اوکراین برود. او بعد تقریبا 3 ماه جنگیدن از طرف روسیه ماه ینور در جبهه خرسون کشته شده است.
صحنه دقیق هلاکت ناصر سفروف معلوم نیست، ولی تابوت او را روز 5 فوریه از روسیه به پنجکند آورده در موقعیوم به خاک سپردند. بامداد 2 سال پیش درباره ماجرای قتل پسرمش از دست ناصر سفروف گزارش شده بود. گفته میشد که روز 25 یولی سال 2021 در شهر اوبنینسکی ولایت کالوگا در یک نقطه شستشوی ماشین ها بین دو خویش و تبار نزدیک از دهه موقعیان شهر پنجکند تاجیکستان مناقشه رخ داده و در جریان این مناقشه ناصر سفروف سال تولدش 1992 به قفس سینه پسر عمه‌اش پرویز سید مرادوف سال تولدش 1987 یک ضربه کرد زد. متاسفانه کرد راست به قلب پرویز رسید و او از خونروی زیاد به هلاکت رسید. ناصر سفروف عاقبت کار کرده‌اش را دیده از جای حادثه رو به فرار آورد. پلیس او را تنها بعد چند روز جستجو دستگیر کرد. مادر پرویز سید مرادوف که عمه ناصر سفروف میشد به درد داغ مرگ فرزند جوان تاب نآورد و مگی چند ماه بعد پرویز او هم از دنیا رفت. به گفته عمدیگان مادر پرویز برای مرگ فرزندش با والدین ناصر که پدرش برادر او میشد اصلا توی من نکرد و حتی گفته است که به روسیه رفته از دعوایش میگذرد. مادر پرویز میگفته است که پسر او دیگر بر نمیگردد ولی نمیخواهد که برادرش هم مثل او داغ جدایی از فرزند را بکشد. از لحاظ حقوقی معلوم نیست که آیا از دعوا گذشتن مادر جبردیده میتوانست ناصر را از بند زندان خلاص کند، ولی عمر به مادر پرویز فرصت نداد که این نقشه خود را عملی بسازد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. در ازبکستان مسابقات جام آسیا بین دسته‌های جوانان آغاز یافت. بازی دور اول بین اردن و تاجیکستان از حادثه سر شد که میتواند در تاریخ فوتبال شامل شود. الکی در ثانیه 5 بازی بازیگر دسته اردن قلبونه با پایش به سر نیمه‌موعدگر دسته تاجیکستان میروبان کریموف چنان سخت ضربه زد که این ضربه بیشتر خاص ورزش‌های چون کاراته یا کیک بوکسینگ بود نه فوتبال. میروبان از چنین ضربه ناگهانی از پای افتاد. داور اساسی بازی از جایبش کرد سرخ را بیرون کشیده بازیگر اردن را که خود را به نادانی میزد از میدان راند. این میتواند زودترین کرد سرخ در تاریخ فوتبال باشد. متاسفانه از میدان راندن بازیگر حریف به تیم تاجیکستان کمک نکرد. آنها نتوانستند حتی با 10 بازیگر حریف بازی درست انجام بدهند و با حساب 0-2 شکست خوردند. بعد این مغلوبیت مخلصان تاجیک طلب دارند که سرمربی تیم جوانان تاجیکستان الک کوبرایف را که از بلاروس آورده شده است بلافاصله جواب دهند و علدین توردیف را که تحت رهبری او تیم جوانان به موفقیت‌ها دست یافته بود به رهبری تیم برگردانند. مخلصان کوبرایف را نه فقط با آن ابدار میکنند که فوتبال بازان را در میدان درست جابجا و راهنمایی کردن نتوانست، بلکه بسیاری از ستاره‌های جوان فوتبال تاجیک را به صف تیم ملی راه نداد. از جمله خسرو طایروف همگی چند روز بعد آنکه کوبرایف او را به هیئت تیم جوانان نگرفت با دسته آوازه‌دار شختیار از دنیسک قرارداد بست. خود کوبرایف در نشست خبریش شکست تیمش در بازی با اردن را عیب دسته حریف دانسته و گفت آنها می‌خواستند با شیوه عکس الحمله بازی کنند، ولی تیم اردو با یک شیوه کاملا متفاوت بازی وادارشان کرده است. ضمناً مخلصان تاجیک در تاشکند از سطح آمادگی به جام آسیا نیز شکایت داشتند. آنها به شورای تلویزیون ورزش بابا خالمروزاده شکایت کردند که در کاسه و به آسانی چپته خریدن نتوانستند. همین طور هنگام ورود به ورزشگاه مخلصان را مجبور می‌کردند تا در لباس تد خود لگتیپ شرکت‌های مشهور لباس ورزشی را باز کوچ بپوشانند. گفته می‌شود دلیل این با یک شرکت نچندان مشهور لباس ورزشی قرارداد بستن کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است. باشگاه آوازه‌دار فوتبال اوکراین و شوروی سابق شختیار از شهر دنیسک در روز آخر ثبت بازیگران نو با نیمه‌موعدگر 18 ساله تیم ملی جوانان تاجیکستان خسرو طایروف برای 5 سال قرارداد بست. در این باره شختیار روز 1 مارس سال 2023 در سامانه رسمیش خبر داد. عجیب آن است که همگی چند روز از این پیش خسرو طایروف را از هیئت تیم ملی جوانان با خواست سرمربی بلاروس بیرون کرده بودند. گفته می شود که شختیار با خسرو طایروف برای 5 سال قرارداد بسته است. مبلغ آن گفته نشده است،
ولی بنا به اطلاع سامانه نمسی ترانسفر مارکت، شختیار برای ستاره جوان فوتبال تاجیک 300,000 یورو پرداخت کرده است. خسرو طایروف در هیئت شختیار تحت رقم 77 هنرنمایی خواهد کرد. او گفت بازی کردن در هیئت دسته پرنفوذ چون شختیار آرزویش بود. او رقم 77 را نیز برای خود با اقبال نامید، چون که سال تولد مادرش 1977 بوده است. خسرو طایروف 18 سال داشته، دستپروری باشگاه لوکوموتیو پامیر از شهر دوشنبه است. او ماه اپریل سال 2020 در سن همگی 15 در هیئت اساسی این دسته بار اول به میدان برآمد. یک موسم آخر سال 2022 و 2023 خسرو طایروف در هیئت دسته اتراو از قزاقستان هنرنمایی کرد. شختیار بعد 14 دور مسابقات‌های قهرمانی فوتبال اوکراین در جای دوم قرار داشته. از پیشرفت دسته دنیپرو 2 امتیاز کمتر دارد. بعد شختیار در جدول دینامو و زاریا قرار دارند. شختیار در برابر دینامو پرآوازه‌ترین دسته‌های فوتبال اوکراین شناخته می شود. بعد اشغال دونتسک از سوی جدای طلبان تحت حمایت روسیه در سال 2014 شختیار سالهای 2014-2016 بازی‌های خود را در شهر لیووف، سال 2017-2020 در خارکوف و از ماه مای سال 2020 در ورزشگاه المپی شهر کیف برگزار می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور در شهر خوجند خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده صبح بر وقت 2 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 06:00 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا قابلوف ماشوکرجان سال تولدش 1992 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه گگارین شهر خوجند از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر شریف و گلبهار سال تولدش 1970 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر شریف و جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز قبل خبر داد که در بین همگی 9 ساعت احشام 28 فوریه تا شب 1 مارس سال 2023 در 3 صدمه نقلیاتی در شهر توس، قبادیان و ایسار 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله به هلاکت رسیدند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 21 به 22 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 01:00 در کوچه جوانان 20 و 23 ساله ساکنان پایتخت به یگان اساس او را لطکوب نموده با رای آشکارا از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ریدمی را گرفته از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 21 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 شخصان ناشناس پسر نابالغ 14 ساله‌اش را در حدود دهه‌شان زیر لطکوب قرار داده با رای آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 500 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 22 ساله ساکن نویه مذکور که پیش با ماده 375 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان غارتگری دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه فیض‌آباد عریضه مرد 40 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که در ماه دکمبر سال 2023 زن 37 ساله ساکن امین نویه با رای فریب به باوریش در آمده از او 131,000 سامانی گرفته تا حال مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 40 ساله ساکن شهر اسفره با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 20 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 با راه پنهانی از نزد درآمدگاه منزل استقامتی مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد
دوچرخه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با مورد 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.